سلام و خوش آمدید به یکی از برنامه‌های درسی دیگر ما. درس امروزی ما در مورد language structure، در مورد ساختار زبان می باشد. It is a system of sounds, words and rules. زبان یک نظامی است که متشکل از صداها، sounds, words، کلمات and rules و قواعد می باشد. بخش sounds و یا صداها. The sounds produced when we speak. صداهایی که هنگام صحبت کردن تولید می شوند. به طور مثال I met، شکل فونتیک I met. خب بخش فونتیک و یا فونولوژی یک بخش دیگری است که انشالله در درس‌های بعدی ما این بخش‌ها را پوشش می‌دهیم. Words، کلمات. A unit of language formed by sounds or letters. یک بخش از زبان که توسط صداها و یا حروف ساخته می‌شوند. خب در مجموع وقتی ما که یک نظراندازی داشته باشیم بالای این کلمات، تمامشان کلمات هستند که توسط صداها و یا حروف به میان آمدند. And rules و قواعد. Guidelines for combining words correctly. راهنمودها و یا قواعدی که به خاطر ترکیب درست کلمات استفاده می شوند. مختصراً ساختار زبان شامل sounds, words and rules می شود. سپاس از همراهیتان. کانال یوتیوب و حساب تیک تاک English for Afghans را حمایت نمایید.